بریم میوه دوزایی جداده. من بعد تقریبا موتور گرفت. بنلی جفت. سلام، من لیلیام. سلام، منم فرهادم. خوش اومدین به کانال ما. اینجا قراره هر روز با مردم مصاحبه کنیم، کلی سوالای فان بپرسیم و چالش‌های جالب انجام بدیم. پس با ما همراه باشید برای یک عالمه خنده و چالش‌های بامزه. با ارزش‌ترین کادویی که تا الان گرفتین چی بوده؟ 3 سال پیش من پدرم به خاطر فارغ التحصیلیم بریم میوه دوزایی جداده. فکر نکن. واقعا؟ بهترین هدیه‌ای که گرفتین، با ارزش‌ترین هدیه‌ای که گرفتین چی بوده؟ خب هدیه‌های با ارزش خیلی زیاد گرفتم، مثلا طلا بوده، گوشیم هدیه بوده، ولی با ارزش‌ترینشون لپتاپم بوده، مکبوکه. یعنی از گوشیتون گرونتر بوده. آره خیلی عالی. بعد اگر فضولی نباشه میشه بپرسم کی براتون گرفته اینو؟ بله. نه نمیشه. فضولیه؟ ممنونم. مرسی که تو این چالش شرکت کردین. تشکر. من کادو که نگرفتم ولی با ارزش‌ترینشون گل بوده، از یه بنده خدایی گرفتم برام با ارزش. اون بنده خدا کی بوده؟ یه بنده خدایی بود دیگه. یه بنده خدایی. من یه گوشی بوده پس دادم. هدیه رو گرفته پس فرستاد. خب شما گل با ارزش‌ترین از لحاظ معنوی یعنی دیگه؟ نه دیگه، مالی معنوی همش با هم گل. خیلی هم عالیه. از کی بوده جسارتاً؟ از اکسم. دیگه الان نیستن. خب شما چی؟ مطمئنا شما هم اکس بوده که دیگه برگردوندین. بله. خیلی هم عالی. نباید پس میداد، همچنان هم بهش میگم نباید پس میداد. واقعا نباید پس میداد. آره کاش پس میداد. منم ناراحت شدم. هیچ واقعا معنوی هم میتونه باشه. معنوی هم هیچ واقعا. کادوی چی؟ شما چی؟ واقعا هیچ. من ساعت. بعد کی براتون گرفته؟ رفیق صمیمی. دختر یا پسر؟ با ارزش‌ترین شاید واسه من یه عروسک بود، حالا بزرگ بود، ولی خب چون حالا کسی بود که دوستش داشتم واسه من گرفت و خب یه معنادار بود، عروسک واسه من با ارزش بود، ولی خب حالا با ارزش‌تر از اونم بوده، ولی این یه حالت معنوی طوره واسه من. خیلی قشنگه. پس آره از لحاظ مالی زیاد نبوده ولی معنویش خیلی بوده. آره خیلی هم عالی. باریکلا. شما چی من گل گرفتم تا حالا. اینم از لحاظ معنوی قشنگ بوده. آره باریکلا. خیلی هم عالی. با ارزش‌ترین کادویی که تا الان گرفتم موتور بوده. آره. بعد کی بهتون کادو داده؟ مادر. خدا حفظشون کنه. ممنون. یکی گرفتم، پدرم بعد تقریبا موتور گرفت. موتور؟ باریکلا. بعد میتونم بپرسم از کدوم موتوراست؟ بنلی جفته. بنلی جفت؟ ولی خب در حال حاضر داخل پارکینگ هستم و بهم نمیدن. ای جانم خیلی هم عالی. نه دیگه. باریکلا به این پدر. گوشی بوده. کی براتون گرفته؟ پدرم. پدرتون؟ چه مدلی؟ 16 پرو. چه پدر خوبی. خدا حفظش میکنه. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. پس دوستان لطفاً همراه ما باشید.